سلام، من طاهری سفر امروز شما را با اخبار مهمی جمعه 28 اکتبر آشنا می کنم. ابتدا به سرخط اخبار توجه کنید. مادر یک جوان تاجیک ادعا دارد که مفتشان آژانس مبارزه با مواد مخدر پسرش را با لط و کوب زیاد کشتند. قاشای سیاه و موی سرش شناختم، همه جاش سیاه و کبود. غلامان سابق جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی برنده جایزه معتبر سخروف اعلان شدند. ضخم جدا فقام برکلی و ضربی. آن شب وی مرا لط و کوب کرد و من دستور داد که لباسم را بکشم. مرا با پاسبانانش به حجره برد و تا وقتی که من بحال شدم جنایت خود را ادامه دادند. من از شما التجا میکنم داعش را از بین برید. و در مسابقات انتخابی جام آسیا منتخب فوتبال دختران 19 ساله تاجیکستان از تیم ازبکستان شکست خورد. تفصیل خبرها. دادگاه در جنوب تاجیکستان 5 نفر را برای ترغیب عقیده‌های افراطی و برانگیختن عداوت دینی به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. محاکمه گروه 8 نفری روز 28 اکتبر در دادگاه ولایت ختلان صورت گرفت. 3 جوان را با گناه پنهان داشتن جنایت به 1 سال زندان محکوم کردند و 5 تن دیگر برای تشویق جوانان برای پیوستن به صف گروه دولت اسلامی از 18 تا به 21 سال زندان محکوم شدند. همه این افراد ساکنان ناحیه قبادیان هستند و 3 نفرشان عضو یک خانواده و خویشانی هستند که چند تن از نزدیکانشان با فرزندانشان به سوریه رفتند. تیمور بایزاده دادرسی محاکمه گفت: خود مقصد داشت که به دولت سوریه رفته آنجا بر ضد شیعه مذهبان جهاد کرده شهید می شود. در این باره به همدیگرانش سفر خیرالله مصلحت کرده یک جای با واسطه سامانه اینترنتی نکلاستی نباشد و چند مرتبه به سامانه اینترنتی ممکن و فرید در آمده سورهای آیت قرآن و ویدیو رولیک ها را تماشا کرده و خود مقصد گذاشت که به دولت سوریه رفته جهاد می. عادل جان شربیکوف پدر 3 جوانی که به زندان محکوم شدند گفت نمیدانست فرزندانش به ترغیب عقیده‌های دولت اسلامی مشغول بودند و از حکم دادگاه شکایت نمیبرد. همین نفهمیدگی همین قانون درست نمیفهمه، برای همین بسیارتر همین قانون یاد دادن، مکتبه بسیار تیار کردن در بچه‌ها یاشه همش تیار کردن در کور که قانون درست فهمه. مقامات تاجیکستان میگویند تا کنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل گروه دولت اسلامی پیوستند. قرار است به زودی دادگاه در دوشنبه تقاضای مادری را بررسی کند که ادعا دارد مفتشان آژانس مبارزه با مواد مخدر پسرش را با لط و کوب زیاد کشتند. تاجینیسا کریمووا روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت پسر 25 سالش که با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخته است. مقامات این ادعا را رد می‌کنند. گزارش شادمان یتیم و مردان محمد را می‌بینیم. مرده رسیدم. آدم های اگنستفا میگن که خدا را شکر بگو که بچت هوا مرده. پسر تاجینیسا کریمووا ماه اپریل سال گذشته با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و بعد 5 روز نگهداری در بازداشتگاه آژانسی نظارت بر مواد مخدر جان داد. مادرش میگوید در بدن پسر 25 سالش آثار لط و کوب بود و یک قبرغه شکسته. خود جینم نشناخت بچه‌شم، من شناختم بچه من. قاشای سیاه و موی سرش شناختم، همه جاش سیاه و کبود. دادستانی در رابطه با مرگ شمس‌الدین زیدالله‌یف با اتهام شکنجه پرونده باز کرد، ولی بعداً مفتش خلاصه یک متخصص را که گفته است التهاب شش سبب مرگ شمس‌الدین بود نه لط و کوب پرونده را قطع کرد. اینجا 7 اکسپرت ها بودن، متخصصان بودن. از این 7 کس 6 کسش سبب مرگش خیلی که گفتم نتیجه زخم های با وجود آمده اعتراف میکنن و یکی از اما اعضای هفتم گویم او میگه که با اون فکری اکثریت راضی نشده، فکری مخصوص خودشون درج میکنند. مقامات آژانسی هر گونه لط و کوب و شکنجه را رد میکنند، ولی مادر شمس‌الدین به مرگ پسرش از بیماری باور ندارد و از طریق دادگاه میخواهد
قضیه مرگ پسرش را از نو تحقیق کنند. قرار بود دادگاه قضیه را روز 27 اکتبر به بررسی بگیرد، اما به سبب تکمیل نبودن سندها به تأخیر انداخت. در همین روز حامیان حقوق، دادرس‌ها و مفتشان در تاجیکستان در نشست در دوشنبه راه‌های تحقیق و تفتیش قضیه‌های شکنجه و بدرفتاری را بررسی کردند. حامیان حقوق میگویند چنین پرونده‌ها درست تحقیق نمی‌شود، چون مقامات انتظامی نمی‌خواهند که به اصطلاح همکارانشان را بدنام کنند. مثلا تحقیق پرونده پرسر و صدای عمر باباجانov، ساکن شهر وحدت که سال 2015 بعد بازداشت ماموران میلیسا درگذشت کاملا قطع شده است، زیرا مقامات امسال گفتند که نتوانستند شخصیت گناهکار احتمالی را معلوم کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. پارلمان اروپا امسال دو دختر ایزدی را که زمان اسیران جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی بودند برندگان جایزه معتبر ساخروف اعلام کرد. نادیه مراد و لامیه عجی بشار را که سال 2014 در روستایشان به اسارت جنگجویان داعش افتادند و پیوسته تجاوز جنسی شدند، حالا برای حقوق دختران و اقلیت‌ها مبارزه می‌برند. با این دو دختر میسر شد که از اسارت گریزند و جنایت‌های جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را به جهانیان نشان بدهند. پارلمانی اروپا اسم برندگان جایزه به نام اندری ساخروف را اعلام کرد. جایزه برای آزادی بیان در سال 2016 به دو دختر یزیدی تقدیم شد که توانستند از اسارت جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کنند. نادیه مراد و لامیه عجی بشار حالا از حقوق یزیدی های دفاع می کنند که قربانی خشونت جهادی های گروه دولت اسلامی شدند. کمک و دستگیری این دو دختر که در اسارت زنده ماندند و به اروپا فرار کردند تصمیم خیلی مهم و رمزی است. پارلمان اروپا از مبارزه آنها استقبال می کند. نه تنها این عمل بلکه جرأت آنها در مورد قصه کردن روزهای سختی که پشت سر کردند سزاوار تحسین است. جنگجویان دولت اسلامی به دهه نادیه و لامیه سال 2014 حمله نموده مردان را قتل کردند و دختران را به اسارت گرفتند. سال 2015 نیروهای کردی این دهه را آزاد کرده در این منطقه گروه‌های دسته جمعی یزیدی ها را پیدا نمودند. این دو اسیر سابق به حمایت حقوق یزیدی ها پرداختند و مبارزه را برای اعتراف شدن گنسیت هم مذهبانشان از جانب جنگجویان اسلامی شروع کردند. تابستان امسال سازمان ملل متحد این تلاش‌های حامیان حقوق را دستگیری کرد. بجز از نادیه مراد و لامیه عجی بشار به جایزه ساخروف نامزدی مصطفی جمیلوف رهبری مجلس مردم تاتارای قریم که در روسیه ممنوع اعلان شده است و همچنین روزنامه‌نگار مخالف ترک جان دیوندار پیشبری شده بودند. جایزه 50,000 یورویی به خاطر چهره نمایان شوروی پیشین اندری ساخروف سر سال 1988 به نفرانی داده می شود که حقوق انسان و آزادی های اساسی را حمایت می کنند. مراسم سپردن آن 10 دکبر برگزار می شود. نادیه مراد سال گذشته آشکارا در حضور اعضای شورای امنیت بدرفتاری‌ها و عذاب‌هایی را تصویر کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی به او روا دیدند. نادیه مراد در سخنرانی متأثر کننده در ماه دکبر سال 2015 از اعضای شورای امنیت خواست گروه دولت اسلامی را نابود کنند که این گروه هنوز هم قلمروهای وسیع عراق و سوریه را در دست دارد. ساجده میرزا گزارش می‌دهد. این زن 21 ساله نادیه مراد به 30 نام دارد و او از شورای امنیت خواست که دولت اسلامی را از بین ببرند، زیرا او و هزاران نفر دیگر از زنان یزیدی را ربودند و آنها را چون غنیمت جنگی به تندروهای دولت اسلامی هدیه کردند تا آنها را مثل غلام جنسی استفاده کنند. نادیه در اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به قاچاق انسان در حضور 15 عضو این شورا گفت: زنان و دختران را برای آن تجاوز می‌کردند که آنها دیگر به زندگی معمولی برگشتن نتوانند. دولت اسلامی زنان یزیدی را قاچاق می‌کرد. نادیه حکایت کرد که چطور او را ماه اوگوست سال گذشته از روستایش در عراق ربودند و با اتوبوس به شهر موصل به مرکز دولت اسلامی بردند، به شهری که 1 سال پیش به تصرف دولت اسلامی درآمده بود. در آنجا هزاران نفر زنان یزیدی و کودکان را چون هدیه به تندروها می‌دادند.
این مرد مرا مجبور کرد که لباسم را کشم و خود را آرا دهم. همین طور شب دهشت‌زا پسی سر شد و مجبور کرد که من چون عضو گروه جنگی و خدمت کنم. هر روز مرا شکنجه می‌کرد، می‌زد. بعد چند روز نادیه را به مرد هدیه کردند. آن شب وی مرا لط و کوب کرد. به من دستور داد که لباسم را بکشم. مرا با پاسبانانش به حجره برد و تا وقتی که من بحال شدم جنایت خود را ادامه دادند. من از شما التجا میکنم داعش را از بین برید. نادیه بارها تلاش کرده است که از دست این مرد فرار کند، ولی هر بار او را پاسبانها دستگیر میکردند. تندروهای دولت اسلامی چند برادری نادیه را و اکثر مردان روستای آنها را به قتل رسانیدند. سرانجام به وی میسر شد که فرار کند. حالا او در آلمان زندگی می کند. بعد از این سخنرانی احساسات اعضای شورای امنیت به جسارت این زن کفکوبی کردند. اکنون سازمان ملل متحد تحقیق می کند که آیا دولت اسلامی برای نابودی یزیدی ها و نسل کشی دست زده است یا خیر. با نظر داشته این، سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست که این پرونده را برای به مجازات کشانیدن به دادگاه بین المللی جرم و جنایت بفرستد. و آنگونه که گفتم تا کنون از تاجیکستان هم بیشتر از 1000 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثرا به صف گروهی دولت اسلامی پیوستند. مقامات میگویند اکثر این مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی مخشوی شدند و اکثریتشان از روسیه به ترکیه و سپس به سوریه و عراق رفتند. و آنگونه که در اول برنامه هم گفتیم، امروز در ولایت ختلان در شهر قرغانتپه 9 ساکنی ناحیه قابادیان را با گناه تشویق جوانان به افراطگرایی و از جمله پیوستن به صف گروه دولت اسلامی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دختران فوتبال بازی تاجیکستان در نخستین بازی در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا از تیم دختران ازبکستان شکست خوردند. در این بازی تیم کشور همسایه بعد دروازه دسته منتخبی تاجیکستان 3 گل به جواب زد. مسابقات در دوشنبه صورت میگیرد و نظرالله لطیف هم این بازی را دید. دسته منتخب زنانه تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در گروه دی از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل‌های منتخب ازبکستان را شهنازه قربانووا، شویره قلتورایووا و ملیکه برهانووا به هدف رساندند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در جدول مسابقه انتخابی در گروه دی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تا روز 31 اکتبر ادامه می‌یابد، دسته های منتخب تایوان و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دوم مسابقه انتخابی روز شنبه 29 اکتبر ساعت 14 هنگ کنگ با ازبکستان و ساعت 17 تاجیکستان با تایوان رقابت می‌کنند. باید گفت که تنها دسته غالب گروه دی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله راه خط می‌گیرد. و یک شرکت نقلیاتی تاجیکستان از مقامات قرقیزستان خواسته است به داد یک راننده تاجیک برسد که 10 روز است ماشینش در برف در قلمرو قرقیزستان درمانده است. مقامات ساربان از ترنس روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفتند با مراجعت به وزارت حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان خواستند که برای از کنار راه بیرون کشیدن ماشین بارکش محمود سویونوف کمک کند. راننده تاجیکستانی که از روسیه بار می آورد در عقبه اتماق در شمال قرقیزستان درمانده است و خبرنگاران قرقیز نوشتند که او 10 روز باز تشنه و گرسنه و منتظر کمک است. شرکت ساربان از ترنس می گوید برای رها کردن ماشین از برف پول لازمی را به راننده فرستاده است. و شنونده ارجمند، تفصیل این خبر و اخبار دیگر را می توانید در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org و همسری بزنید به صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.